بهش گفتم وقتی که آدم آتیش میگیره بعد از چند لحظه اعصاب و حسگرهای پوست میسوزه و پوست خشک میشه و دیگه هیچ دردی احساس نمیشه. حالا منم اون چند لحظه اول درد رو تحمل میکنم و بعد تموم میشه. الله. گفتش نه. الله میفرماید وقتی که پوستتون سوخته و فکر میکنین دیگه جای سوختن نداره، پوست جدیدی روی بدنتون میکشیم. اون موقع بود که دیگه میدونستم باید مسلمون شم. برگشتم خونه و به بابام گفتم من دیگه نمیتونم ادامه بدم. پدرم گفت نمیتونی فقط 6 هفته دیگه ادامه بدی؟ گفتم نمیتونم حتی 1 دقیقه دیگه هم ادامه بدم، دیگه کافیه. الله اکبر. بابام گفت برو بیرون. سبحان الله. بارلاها ایشان را در زیر سایه ایمان الهیت نگاه دار و بالاترین طبقات بهشت را به آنها ارزانی دار، چرا که تو با موهبت و هدایت قرآن آنها را مورد رحمت خیش قرار داده ای، همان گونه که با قرآن هدایتشان کردی. بالقرآن. حمزه در لندن باهاش دیداری داشتم. حمزه دوران کودکی بسیار سختی رو پشت سر گذاشته و در راه اسلام و آخرتش از تمام چیزهایی که در این دنیا داشت گذشته. سلام علیکم، من حمزه مایت هستم. قبل از اسلام اسمم دارین بود. 40 سالمه، در لندن زندگی میکنم. 27 سالم بود که مسلمان شدم. در جنوب ولز بزرگ شدم. خانوادم وقتی حدوداً 6 سالم بود به اونجا نقل مکان کردن. منظورم از خانوادم پدر و نامادریمه. مردم منطقه‌ای که ما توی زندگی میکردیم همه سفیدپوستای غربی بودن. و زندگی مردم جوری بود که فقط یه درآمد بخور و نمیر داشتن. مردم دنبال پول به هر دری میزدن. منم یه جورایی مثل گنگسترها بزرگ شدم. برای تماشای مسابقه ساعتها سفر میکردم. در مقابل پول شرخری میکردم و از این چیزا. کم کم به جای بدتری هم رسیدم. با رفقا میرفتیم از مغازهای مختلف وسیله میدزدیدیم. بیشتر همسن و سالام تو اون محله همین وضعیتو داشتن. زندگی هممون همین جوری بود. بریم فوتبال تماشا کنیم، دعوا کنیم، دزدی کنیم. ازش لذت هم میبردیم. حمزه و برادرش در شهری در نزدیکی لندن به همراه پدرشون زندگی میکردن، در حالی که مادرش در منچستر زندگی میکرد. یه روز به خواست الله تعالی مادر حمزه خوابی دید. در خواب دید که پسرش حمزه کنار یک رستوران که قبلا